قرآن میگه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد از آن قلبایتان سخت شد. اول در قلبتان گپ تاثیر کرد و بعد از آن قلبایتان گناه چی کرد؟ سخت کرد. بعد الله شکایت میکنه از کسای قلبشان سخت است. و این من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. بعضی سنگ هاست، بعضی انسان های کثیف خوب است که از او چشمه میبراید. کو رفتین؟ و بعضی سنگ ها و این منها لما یهبط من خشیت الله. بعضی سنگ ها تو حرکت میکنه، پایان لول میخوره میایه از ترس خدا. اما خدا میگه قلب تو برابر همون سنگ هم نشد. قلب ما از سنگ کرده هم سخت شد. قلب که مثل سنگ سخت شد سخن تاثیر نمیکنه. بر مرده دلان اثر وعظ چی حاصل؟ کسی که مرده دل باشه، دلش مرده باشه، سخت باشه، به او وعظ زیاد تاثیر نمیکنه. باز بیدل صاحب چی میگه؟ مرده دلان را اثر وعظ چی حاصل؟ بر جان مرده مالش روغن چی میکنه؟ مرده باشه تو روغن چرب کنی فایده میکنه، اما زنده را پایکاش کفکای پایش چرب کنی فایده میکنه. خدا ما شما را مرده دل نگردانه. زنده دل او است که قلب ما به یاد الله چی شده باشه؟ زنده شده باشه. زنده کنین بخیر انشاءالله. این زندگی را الله برای شما داده، برای ما داده.